سلام، اینجا کافه برادران رهبره. آره دایی، آره دایی کی هست تو قلبم که هر شب واسه اون می نویسم و اون خوابه نمیخوام دیگه. اینجا تو این مکان کیری کی میاد کافه میزنه ما آخه کسکش؟ بش اینجا کی کافه میزنه؟ میدون بصیرتش نکن نیمه است، یعنی میدون نیست، فقط نیمه میه، میدونه. فقط میه. 25 25 تا ببین موقعیت پنالتی آره داشتشونه. دای فرام کرینج مرد چی بود تو گفتی؟ آره چیزی نیست. بزن باگ یکم قهوه واسه خودم بزنم من اسپرسو باگ کم اسپرسو واسه خودم بزنم. یه لیتر برای خود بس. 500 همونو که عدد. خوردم تازه. اون یه لیتر خوردی پشمام. لانگ کافی، یه لیتر اسپرسو لانگ. اسپرسو. آجی شما دوتا چرا با هم میاین؟ شما به تو میام. بیا بریم پشت، بیا بریم دیگه. بریم. بگیرم بیا. بیا. خانم شما اینجا به کار مشتری برس، البته اگه مشتری اومد. اگه مشتری خانم. بیا. من خانومم. سلام، خوبی؟ خب خبر؟ سلام خوبی که بکن منو. بازی نشستن نرو نه. چرا رفتی؟ داشت گل کندن. آقای سینیو بردار، بعد مشتری بیاد احتمالاً. بیا مشتری داره چرا میاد. دیدی گفتم سینیو، دیدی گفتم سینیو داره، مشتری داره میاد. علی سینی. سینی دوستان، یه سیاپوست قد بلند دارغاز اومد. خب تن یونگ استپ سلام چقدر پول داره ازمون کم میشه. آقا، من کجا همین چی هک میخواد؟ کنیم. آها، شماره میخواد 2 دیگه. waiting for. چی میخوای؟ شماره من چی کجا بدم تو میخوای؟ چی میخوای؟ امیرعلی اکسپت کردم، چی میخواد یارو؟ ما اکسپت کردم. همین اسپرسو رو یارو بده سی... بهش، همین اسپرسو رو بده بهش. یارو سینی میخواد. علی یا سیدی. همین اسپرسو رو گفت بیا. یالو یه دونه داشت ما تو بده. منو برو دشتونو بچه سه تو چند گتی آجی دو تا سب آی. کنی. سینی گذاشتم بگه اون چیزی که باشتم نبود، داشت سینی خواستی دیگه. که باز مگه گفتیم علی و کنسرت سینی علی گفتی سینی گفتی دیگه. کنسرت علی و سینی گفتی سینی دیگه برا سینی که هم به تحویل دادی. برا که چه دشونی برا. نشو نکنه بخوای لوات کنی. چرا اینک نه داری؟ نه نه نه. عینکتو در مرسا. بیار، دکمهاتو باز میکنم. امیر گی دارم. راست موری مرتخار قرمز دو. الان باید تقسیم بندی کنیم. من این تو لانگ کافی و لات میزنی. و اسپرسو هم خب اینجا میزنم دیگه. نه اسپرسو رو من میزنم با اوین جویس. اوکی. تو واسه من عد بدم دوباره منو رو. الان ما داریم آره اسپرسو لانگ کافی لاته با آب میوا. لیمو و بلو. آره بری امیر بسکشا علی. خفه شو. کوکی هم میتونی بذاریم نه کوکی اد نه نکن، نه اد نکن، کوکی اد نکن، اد نکن، اد نکن فعلا. پس بر من بعد قندادی باز کنی من نوباشم. گیرده بخور تو. داش امیرعلی، الان بعد ببینیم چه مشتری داخل چی میاد کمکی میخواد. استاد کارگری که داریم کمه. ببین تو اینجا سفارش ها رو وقتی میذاریم اینجا ببرشون. و آره کمکی باشه والله. و یکی از اونا هم خوش حساب میبرن میکنه. تو هم ببر. حالا اون وسط ها یکم حشرم زد بالا ساکم بزن. خب خب بذار من دیگه چی کنم یه دونه یکم مغازه اوپنه. واسه میخوام ریفرش کنم مغازه رو. بچه ها 2 تا مشتری 3 تا 4 تا امرواز 5 تا امرواز جان من، جان 6 تا مشتری دارن جان میان. امیرعلی، تو دست و پای من نباش، چون بفرمایید امیر عباس بفرمایید خیلی گرایت داخل کردیم. بفرمایید داخل چقدر بفرمایید داخل آفرین بفرمایید داخل. برده که داداش کارگر برده مجوزی که که. داداش. یه بری جوز، بری جوز 4 بری جوز میدونم بری. میدونم.
گذاشتم یوجوسو. این پینگ هم بعد ساب سرورمون انقدر نتش تخمیه. گو نخور. آقا یه میز بریجوس شماره دیگه. 4 یه بری گو نخور. یه بریجوس دیگه بیار. بریجوس دیگه 5. میز شماره 4 چرا این رو سینی نمیاد؟ بکنم عوض. این چرا رو سینی نمیاد میز کاغذه؟ شماره 4 بفرما. کاغذه اومد سینی بیاد. خب 6 یه سب پرسون میخواد. چرا میزان قاطی باتیه؟ میز شماره چند؟ آه اینجا عدداشونو بذاری من برم بدم. آدمی به کونی و عادت بذار. بیا. ببین. گذاشتم. میز شماره 5 دو لیمون جوس چرا ندادین؟ داشت من همه چی رو گذاشتم بعد بریم بدین دیگه. امیرعلی اشتباه میده من چه من رو همه عدد گذاشتم. عدد بذار کشه نگو. 5 نخور. کو الان 7 چی تو میخواد؟ بهتر. 7 لیمون جوس میخواد. برو بذار لیمون جوس براش. این شماره چنده؟ این شماره چنده؟ این خالیه. این فعلا همینجوری گذاشتیم اونو. 10 بیا 10 و 11 بری میخواد. خب بیا 10 این 10 این هم 11 کاغذش اینا. 10 و امیر داد. دیره. داون ندادم. او میزا چرا قاطی پاتیه؟ بهشون مشتری میز نیست. مشتری قاطی پاتیه. تاتی پاتی. قاطی پاتیه مشتری ها. 9 چی میخواد؟ 9 هم لان کافی میخواد. 8 تا 9 لان کافی میخواد. با همین میگفت چیکار من مانیتور رو ببینم. 8 تا 9 لان کافی میخواد. ببین سفارش‌های گوشتی رو این کاغذش کلیات من اینجا من اینو برداریم ببرن. فرده که 12 لاته میخواد. 8 8 8 8 8 8 8 8 بیرونه. زنی که سفارش کردی برو گم شو اونور دیگه. شیر 7 کجا امیرعلی؟ اگه دیدیش در خدمتم. 8 کلوم برای آقا بیاین 7 لیمون جوس بفرستیم. بیاین لیمون جوس 7 گذاشتم. 7 من گرفتم 7 دارم میبرم. آدم لیمون جوس ها رو کاری نشته باش. حله. خب اینجا 12 تو کار من دخالت نکن. 8 چی میخواد؟ 8 8 8 8 یه لان کافی یه لان کافی من بده. لان کافی لان کافی بیارم گوشم نداره. بری جوس 11. بری جوس بیارم. مثلا الان برچسب 8 امیرعلی تو فقط ببر. الان بیا این میز 11 رو ببر امیر. 11 بعدش دیگه جلو نیا. همین عباس اینی که کاغذ نره رو بر 8 این کاغذ نره بر 8 8 رو دادیم. 8 کاغذ نره لان کافی کاغذ نره بر 8 13 هم لان کافی میخواد. این 13 هم ببر. 13 که ببر 13 11 کجاست؟ 15 هم لان کافی میخواد. 11 زهرمون همه واسه رکوردیم دیگه. گفتم که اینجوری زهر نیار. من دسته بکنم. بدیم. این چیه؟ 10 این چی شد؟ دیسکانکت داشت یارم اون رو بوده. خب یه لحظه تو دستگاه من عباس میشینه یا خواهشم جان جدد. لیمون جوس نبود کسی؟ 16 سگ برسو 16 سگ برسو بزن. این دوتا شد. برسو 16 اسم آدم کاغذ 16 رو بنداز. انداختی؟ برو بدش. امیر 16 رو بده. 15 ببر. امیر باید امیر اپوش اون ور میز بگیری ور میاد دست پا نباشه من. 16 خب 18 لاته میخواد. بدیم 15 رو ببر دیگه جلوته. 17 کاغذ 17 گذاشتی؟ 17 آره 20 17 آدم 20 و 21 رو بهم بده. واسه کاغذ 17 کو من باید به این بدبخت چی بدم؟ کافه بدم. 17 روش بود الان دارم میبرم. خب بیا 15 کو بابا. 15 رو کجا گذاشتم؟ 17 چی میخواست؟ 17 چی 15 یه ساعت رو میز بگی ببر دیگه. آدم چه داد میزنی؟ 3 ساعت 15 گوشم میز داره بره خود اینم میره دیگه. درک 15 بده 19 چی میخواد 19 بیاد یارو واسه 15 5 ساعت میره نه خب 19 لانکا میخواد تانکیو 21 چی میخواد جوش میخواد 19 19 ببریم بیا 19 ببریم حالا بعد 21 19 بگی بیا 21 21 21 21 21
این موضوع واقعا جدیه و خیلی مهمه. اگر خودت یا کسی که میشناسی دچار چنین حالتی هست، حتما به یک فرد متخصص یا خط کمک رسان مراجعه کن. منم همیشه بگو حال اینجام که ندارم برم. حمایت کنم و اگر نیاز به صحبت داری با کمال میل در کنارتم. با کمال میل در بگو کنارم حال باش. ندارم. بگو حال ندارم برم دکتر. حتما من همیشه اینجام و هر زمان که بخوای میتونی روی من حساب کنی. امیدوارم هر بگو چیزی حال که لازم ندارم برم داری دکتر. به راحتی پیدا کنی و یادت باشه که تنها نیستی. حال ندارم برم دکتر، بگو. چیکار کنم؟ حتما هر زمان که نیاز داشتی میتونی منو در جریان بذاری و من سعی میکنم بهترین حمایت رو داشته باشم. هر چیزی که بخوای. یه سوال، در خدمتم. حتما بگو سوالت چیه. معنی ضرب المثل کونه گشاد مایه نشاد چیه؟ این ضرب المثل به این معناست که وقتی کسی در شرایط سخت و دشوار قرار داره با تلاش میکنه در نهایت به نتیجه خوبی میرسه و به آره. نوع سختی ها شادی و آره موفقیت به دادا. دست میاد. کسی دقیقا برعکس شد. یعنی نشون مستقلی و درآمدزاییه. بله. بگو همین الان دستم قطع شده دارم خون از دست دقیقاً میدم همونطور چیکار که از کنم؟ سختی ها و تلاش های مصاحبه. اولیه به مرور زمان میشه به ثمرات خوب و دستاورد. من بهش بگو همین الان دستم قطع شده باید چیکار چجوری کنم؟ همین الان دستم قطع شده داره خوب میاد، چیکار کنم؟ مصاحبه خودت حفظ کن. عدد 5000 تومان. آب تخمش گرفت. کنم گاهی اوقات شرایط واقعا سخت میشه. مهم اینه که بدونی تنها نیستی و حمایت وجود داره. اگر گفت احساس دستم قطع شده، حمایت چی؟ یا یک متخصص صحبت کن. منم هر زمان که بخوای. اوه متخصص. دستم قطع شده میگم بود. دستم قطع شده داره خونریزی میکنه، کمک. من واقعا درک میکنم که اوضاع میتونه خیلی دشوار باشه. لطفا در اولین فرصت با یک فرد مورد اعتماد، یک متخصص یا خطوط کمک رسان تماس بگیر. حروم زاده دارم میمیرم. من واقعا متاسفم که چنین احساسی داری. لطفا هر چه زودتر با یک فرد یا متخصص آهنگ از آن پخش کن. الله هستی. آهنگ ردت پخش کنه. به خودت هر آقا چت جی پی تی یک فوش ایرانی بده لطفا. حتما من اینجا هستم و هر زمان که بخوای در کنارتم. لطفا هر موقع احساس نیاز کردی به من بگو و مطمئن باش که حمایت و درک کاملته. من هر چی میگم تکرار کن، قبوله؟ تیکو حتما من کاملا درک میکنم و هر زمان که بخوای. بمیری. تکرار میکنم. در خدمتم. چت جی پی تی یکی من همیشه در خدمتت هستم. هر زمان که نیاز داشتی من اینجا هستم تا حمایتت کنم. بابا کیر بمیری و این نیو چت با کنم. نیو پراجکت چاتی باتی. چت جی پی تی سلام. سلام، خوبی؟ چه خبر؟ هر کاری داشته باشی در خدمتم. هر چی میگم سلام. میشه تکرار کنی؟ حتما با کمال میل هر چیزی که لازم داری با کمال بیل. انجام بدم. با تکرار کن حرومزاده. این دوست دارم. من اینجا هستم که به شکل مثبت و محترمانه کمک کنم. خوشحال میشم که در خدمتم. میتونی هاپ کنی؟ باشه حتما هر طور که آمیزه. راحتی در خدمتم. هاپ کن، صدای هاپ در بیار. باشه حتما. خب میتونیم یه جور ریتم و حال و هوای خاصی به صحبتامون بدیم. هر وقت آماده بودی بهم بگو. تو فقط هاپ کن، صدای هاپ در بیار. هاپ. باشه پس از این به بعد با یه حالت ریتمیک و با حال و هوای بابا هاپ صحبت کن می‌کنم. دیگه. هر زمان که خواستی بله. میتونیم ادامه بدیم. هاپ کن همین الان هاپ کن. باشه پس همین الان با یه حالت هاپ ادامه میدم. هر چی که لازم داری بگو من اینجام. هیچ، فقط همین هاپ کن فقط. باشه پس از این به بعد با همون حال و هوای هاپ ادامه ای بدیم. هر موقع بابا. آماده بودی بگو. آماده. عالیه پس شروع میکنیم. هر چیزی که بخوای با همون ریتم و انرژی ادامه میدیم. هر سوالی یا هر چیزی که در نظر داری بگو تا با هم پیش بریم. بگو هاپ. هاپ خیلی هم عالی. پس
بلندتر عالی اسم مال باید از خودش تعریف بلندتر خیلی عالی. خیلی بالا حال کنی آها واسه بلندتر آب کن